اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه های ما، اینک پس از 2 هفته تعطیل کوتاهک باز همراه شما در برنامه خانوادگی آستانه هستیم. امروز عزیزان، چگونه که به عنوان برنامه نگاه کرده ایستاده اید، با یکی از موضوعهای مهمترین تربیه داریم روبرو می شویم و با ایده آن صحبت میکنیم. آن هم درباره بعضی از مادرانی که با اشتباهایی که سهوا میکنن یا اینکه گفتیم خطا کرده میکنن یا ناخودآگاه میکنن، آینده فرزند خود را به نابودی میبرند و اینچنین فرزند خود را به چاهی میکشانند که شاید تمام عمر از آنجا بیرون برآمده نتواند. آن هم درباره زنهایی که بعضی از مصلحت‌های خطا به فرزند خود می‌دهند یا اینکه بعضی از رفتارها را به فرزندان خود می‌آموزانند و گمان می‌کنند که این رفتار برای فرزند و برای قوت عائله فایده دارد، در حالی که به جز نابودی به چیز دیگر نمی‌کشاند. پس امروز همراه شما شاید گفته هم می‌توانیم که عاید زن‌های صحبت می‌کنیم که یا مادرانه صحبت میکنیم که به هیچ زیر قدم های آنها نیست، بلکه مادرانی که هم خود و هم فرزند خود را به جهنم دنیا و به جهنم آخرت میکشانند. و هر یکی ما و شما خیلی خوب میدانیم که پروردگار کودک را به آغوش مادر با قلب و با عقل کاملا فارغ و مثل آینه صاف میدهد و این اساساً مادر است که یا تربیه‌گر هست که اگر مادر نباشد با اخلاق خود، با رفتار خود آن قلب و آن عقل فارغ را پر می سازد. گاهی می شود که فرزند خیلی شانس بالا دارد، مادری با ایمان و با اخلاق دارد و قلب و عقل او خیلی با حکمت ها پر می شود و برای عائله خود و برای تمام جمعیت یک نعمتی هست. اما گاهی می شود که و علل خصوص در این زمان که در دست همگان تلفن است و از کتاب و از معرفت خبری نیست، نصیب فرزند یک مادر هست که مادر با افکار خود، با خیالات خود، با نقشه های خیلی تاریک خود فرزند خود را، کودک خود را، عقل او را و قلب او را پر می سازد و فرزند چه خیلی که گفتم با آن عملش در دنیا و آخرت به یگان خوبی نمی رسد. بیاید ببینیم که صفت این گونه مادرهایی که در حقیقت آینده فرزند خود را نابود می کنند و کودک را بزرگ می کنند و آن کودک جاسوس عائله می شود، بدبین پدر می شود، بدبین خویش و تبار پدر می شود که زنهای هستند و چه عملهایی هست که این گونه با راحتی گفته می توانیم که آینده را نابود می سازد. اولا درباره اینکه حق پدر در کجا هست، حق مادر در کجا هست و بارها در قرآن کریم پروردگار پس از حق خودش درباره احترام پدر و مادر صحبت میکند. با هم گفته ایم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. این پروردگار است که امر میکند شما یگانه الله را پرستش کنید، سپس نفرانی که بالای شما بالاترین حق در دنیا دارند پدر و مادری خود را. و چگونه ای که مادر به احترام ما حق دارد، پدر هم به احترام ما حق دارد و دعای پدر نسبت فرزندان اجابت هست و وقت پدر راضی نیست و یا اینکه فرزند با پدر معامله بد دارد یا قطع رابطه می کند، در آنجا بداند که آن فرزند در دنیا و آخرت ملعون است. آن فرزندی هست که نیکی را نمی بیند، اگر چه صاحبی چقدر مال باشد، صاحبی چقدر علم باشد. و اینجا کودکان را، یعنی کودکان معصومه که آنها هرچی مادر میگوید درست میدانند، هرچی پدر میگویند درست میدانند، هرچی در پدر و مادر میبینند گمان میکنند که این قانون زندگی است
برای آنکه عقل کودک محدود است و او هنوز جدا کرده نمیتواند، فرق کرده نمیتواند که چی خوب است و چی بد است، تا اینکه به یک سن رشد 15-16 سالگی، بعضی حتی از آن به بالا نرسد. و کودک بیچاره را علل خصوص وقت پدر و مادر با هم مشکلی دارند و یا اینکه مادر از ظلم شوهر دارد اذیت می شود، کاملا علیه پدر بزرگ می کند و خیلی زود با کودک، یعنی در کمترین مسئله ها عاید پدرش که دیدی پدرت چگونه انسانی بد است، دیدی پدرت چی کار کرد، در حالی که او کودک است، او هنوز نمیداند که این گپ ها بد است، او هنوز نمیداند که نباید اینها رو بشنود و او هم جرأت ندارد یا عقل ندارد که به مادر بگوید که مادر من، برای من غیبت کردن پدر من درست نیست، این کارو نکن. کودک اون رو گوش میکند و ناخودآگاه کودک علیه پدر بزرگ می شود. بیخبر هستیم که جنگ و جنجالی که بین زن و شوهر می شود که در همه خانواده ها هست و به این خاتمه بخشیده نمی شود. چون چندین بار من گفته بودم که در خانه بهترین بشر در روی زمین، در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعضی تلاش های خانوادگی بود. پس مادرانی که به تلاش ها و جنگ و جنجال و یا حتی به ظالمی پدر کودک را داخل می درارند، به مابین می گیرند و همچون سلاح استفاده می کنند. گویا انتقام گرفتن از شوهر فقط با راه کودک باشد. و کودک می گویند به پدرت این رو بگو، از پدرت باید احتیاط شو، ببین که پدرت چگونه ظالم است، انا پدرت به من چی کارها میکند، تو هم کرده ایستاده ای. الکی در ذهن کودک به جای پدر که چگونه که گفتم حق پدر مثل مادر بالا است و کودک حتما باید احترام پدر را بداند. و بارها در قرآن کریم از قصه ابراهیم و پدرش آزر، پدرشان آزر ما میخوانیم و از آنجا پند میگیریم که پدر کافر باشد هم تو باید با او خیلی با احترامانه معامله کنی. نمیگویم اطاعت کنی در گناه، ولیکن معامله خود داشته باشی. کودک الکی معاملهش ویران است. کودک الکی چون مادر چندین بار میگوید این رو به پدرت نگو، این گونه به پدرت بگو، برای کودک طبیعی است که با پدر دروغ صحبت کند، آشکارا از پدر حقیقت ها را پنهان کند و این چنین حتی آشکارا پدر خود را به دیگران غیبت کند. آیا نشنیده اید فرزندهایی که هیچ خجالت نمی شوند پدر خود را در بین یک چند نفر بد میگویند یا عاید پدر خود بعضی مسخره ها را پهن میکنند و این چنین هیچ خجالت هم نمی شوند که آخر تو از پدر خود صحبت کرده ایستاده ای. مگر این مسخره خودت نیست؟ مگر این عیب نیست که اونه که تو باید احترامش کنی و حرام است که غیبت کنی؟ در بین انسان‌های بیگناه هم حتی در بارش ناسزا میگویی. از کجا پیدا شد ریشه این همه بی‌حرمتی نسبتی پدر؟ اونه که بارها الله میگوید همراه او مناسبتی خوب داشته باشی و دعای او نسبتی تو اجابت است. البته دعاهای نیکش، دعاهای بد تقسیم میشوند که در این باره صحبت میکنیم. انا اینجا چی میشود؟ سببی بدبین شدن کودک، سببی نترسیده دروغ گفتن به پدر، سببی پدر را در همه جا به یگان خجالتی بد کردن و یا اینکه حتی بعضا عموما تمسخر کردن. همون مادر است که در قلب کودک جای کرد، همون مادر است که همراه کودک در یک خانه نشست و این چنین صحبت کرد. آیا گمان میکنیم وقتی ما ظلمی که از شوهر میبینیم یا اینکه جنگ و جنجال هایی که میشود کودک رو به داخل در آوردیم؟ و وقتی کودک میگم البته فرزندانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن، آیا با این زندگی ما مستحکم میشود، خانه ما خوب میشود، آرامش ما زیاد میشود؟ برعکس، در این خانه هیچ آرامش نمیماند و آن کودک وقتی بزرگ میشود صاحب عقل میشود و اگر در حقیقت از نفران خیرتمند به وای برسد، از آنهایی که بصیرت دارند و حقیقت را دیده میتوانند، اولین نفرتش نسبت همین مادر میشود. میگوید چه مادری بود عجب که اینقدر شوهر خود را در یک خانه زندگی کرد، نانش را خورد، در همه جا در پشت پناه او شوهرش بود، و من به یک کودک اینقدر بد میکرد. این مسئله ای که در یک خانه هستند، اما از این هم در ما یک زنهایی هستند که در حقیقت هرگز عاقبت به خیر نمیشوند. آن هم زنهایی که از شوهر طلاق میگیرند و اولین هدف آنها این است که تا آخر عمر باید از این شوهر انتقام گرفت.
و در جای هم نمیگویند که تقدیر قسمت و قضای ما این بود که طلاق شد، بعدی از او هم بود و از من بود، یا اینکه بعدی فقط بعد آن نفر بود. نه، این تمام نمیشود. با این ما باید این جنگ رو تا آخر عمر دوام دهیم، یا اینکه تا بسینه که الکی امیده به برگشت نداریم و 60 ساله شدیم 50 ساله شدیم. انا زیادی کودک های هستند که از اینکه پدر و مادر آنها طلاق شدند و جدا شدند، دیگر مادر آنها را علیه پدر بزرگ میکند و حتی دیدن هم نمیموند. بر ضمن اینقدر پدر را بر پسر بد میکند که در ذهن پسر فقط یک انسان ظالم یا گفتیم یک دیو دو سره هست و جز بدی از آن مرد هیچ چیز نیست. تو را پرتافته رفت، همین برای تو کفایه است. لیکن طلاق معنای پرتافتن نیست. طلاق این که من از این زن جدا میشوم، با زن دیگر زندگیم را دوام میکنم، اما فرزند فرزند است. نگاه و بین او باید، اگر طلاق مسلمانی انسانی که در حقیقت پایبند اسلام باشد، او هرگز فرزندان خود را نمیپرتاید و حتی باید که دختر باشد با پدر زندگی کند. پس انا این گونه زنها سبب می شوند که پس از اینکه آنها از شوهر جدا شدند، فرزند آنها هم از پدر جدا شود، اما بیخبر از آن هستند که قطع صله رحم گناه کبیره است و حتی لعنت شدن در دنیا هست. الله در سوره محمد در آیت 22 و 23 میگوید: فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. شما در حقیقت گناهگار می شوید وقتی از قرآن و از شریعت روی گردانیدید و این چنین سیله های رحمی خود را پاره کردید. اول شده با پدر و مادر رابطه خوب ندارید، از همه بدترش قهری هستید، روا ندارید، بعداً به خاله و به تقا و به عمه و به عمک و هر کسی که خویش تبار شما باشد و شما رشته نسب شما از خون همراه آنها یک عائله هستید، اگر به آنها شما رابطه ها را کنده کردید، قهری شدید، روا ندارید، بدخواه هستید، اولئک الذین لعنهم الله. الله میگوید این طایفه را الله لعنت کرده است. و گمان میکنیم وقتی الله لعنت میکند انسان میتواند آسوده زندگی کند، انسان میتواند با قلب آرام، با فرزندهایی که خیلی مطیع هستند و با یک حیاتی خیلی آسوده عمرش را بگذراند. البته که نه، برای آنکه لعنت آفریدگار نابود شدن در روی زمین است. انسان دیگر آرامش پیدا نمی کند. 1000 قصر و ماشین داشته باشی، 1000 در اروپا و در آسیا در بهترین جایها زندگی کرده باشی، وقتی با خویش و تبار رابطه تو خوب نیست، تو ملعون هستی. ظلم خویش و تبار چیز دیگر است عزیزان. آیا آنها ظلم کنند ما صبر کنیم یا نکنیم، این تماما دیگر مسئله هست. وقتی بنده از خویش و تبار صحبت میکنم، یعنی با آنها سلام علیک رو داشتن، سلام داده و علیک نداد مسئله دیگر است. ولیکن به خاطر این او رو میبینی هرگز نمیبخشی، سلامش نمیدهی، برایش بدخواه هستی، انا این مسئله ها قطعی صله رحم است. کسی از آنها مرد به جنازه اش نمیره، به مبارک بادش نمیگویی و همیشه از پی این است که بالای آنها بیاید و عموما قهرگی هست. پس مادرانی که به خاطر طلاق از شوهر فرزند خود را منع میکنند از رفت و آمد کردن با پدر و در ذهن فرزند یک پدر ظالم را الکی جای میکنند و فرزند از پدر به جز یک انسانی بد دیگر هیچ تصور ندارد، این گونه زنها خود ملعون هستند و فرزند ملعون به دنیا آوردند و بزرگ کرده ایستادند. ببخشید، بزرگ کرده ایستادند. چرا؟ برای آنکه اولین نفری که پس از الله این پدر و مادر آنها رو باید ما حقشان رو به جا آوریم. فرزند به خاطر مادر دیگر پدر رو نمیشناسد، برعکس بدخواه او هم هست. از این هم بدتر برادر و خواهری همین فرزند خیلی زیادی هستند. اگر یک مرد و 3 زن داشته باشند و خواهرایی هستند که میگویند من نمیخواهم فرزندان من با فرزندان شوهرم که از دیگر زنش هست یگان رابطه داشته باشند. چرا؟ به خاطر چی؟ مشکلی تو در کجا است؟ مشکلی تو با آن زن است، پس چرا خواهر و برادران رو از هم جدا میکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آنهایی که بین احبه جدا میکنند، جداگی میافکنند، انا آنها رو بدانید که لعنت شدگانند.
یعنی آنهایی که بین خواهر و برادر جدا میکنند. و ببینید که اکثریت 3 آیاتی که درباره خیش و تبار است با کلمه لعنت علیه آنهایی که با خیش و تبار قهری هستند می آید و حدیث ها هم عیناً همین گونه. پس خواهر عزیز نباید به خاطر رشک خود یا اینکه به خاطر ببخشید ظلمی که از شوهر به خاطر زنهای دیگرش میبینی و یا اینکه از اینکه شوهر تو با یک زنی بد اخلاق ازدواج کرد که ما عموما درباره زنی دیگر بد اخلاق رو میشناسن همگان، چرا خواهر و برادر باید از هم جدا باشند در حالی که این جداگی خواهر و برادر همدیگر رو بد دیدن و این چونین با همدیگر مناسبت نداشتن عین همان قطع خیش و تباری می باشد. و وقتی پیامبر حدیث در ابو داود است میگویند اگر شما خواستید عمری با برکت بینید و رزق زیاد داشته باشید با خیش و تبار رو آمد کنید. عکس این حدیث این است که اگر میخواهی عمرت به برکت گذرد خیر در عمر تو نباشد و این چونین در رزقت برکت نباشد، همیشه یا قرضداری یا پولدار هستی و سیر نیستی یا اینکه مشکلی هایی هستید که تو دیگر سیر شده نمیتوانی، پس باید بدونید که مشکلی با خیش و تبار دارید، علل خصوص با خواهر و برادر، با پدر و مادر، بعد از این با خاله و تقا و نفران دیگر. پس اینجا هم سببی نابودی در حیات یعنی بی‌برکتی کامل از آنجا شروع شد که مادر از کودکی فرزند را علیه خواهر و برادران به گفته خودمان اوگایش بزرگ کرد و گفت که آنها پدری رو گرفتن، آنها اگر نمی بودن پدرت با ما بود، همه ثروت پدرت و مهر پدرت است، در حالی که تقدیر یعنی قسمتی که الله کرده است آن را کسی زیاد و کم کرده نمی تواند. رزق شما مکتوب است و آن رزق را هیچ کس زیاد و کم نمی کند و اگر همین قانون الله را ما و کلن قبول کنیم، قانون رضا بودن به قسمت و تقدیر، کسی را متهم نمی کنیم که رزق ما را خوردی یا بخت ما را نابود کردی. مسئله دیگر عزیزان، مسئله هست که زنهایی که به خاطر اون که با خشتامن مشکل دارن، با خواهر شوهر مشکل دارن، با برادر شوهر مشکل دارن، فرزند خود را هم مشکل دار میکنن با مادر بزرگش و عمهش و عمکش، در حالی که مشکلی که تو داری، مشکلی کلین خشتامن در همه خانه ها هست، مشکلی عروس خواهر شوهر در همه خانه ها هست. چرا بیچاره کودک را محروم میکنی از محبت مادر بزرگش یا از محبت عمهش و رفت و آمد کردن با صله رحمش؟ خبر ندارید از کودکانی که عمه را چشم دید ندارند، پیر شده رفتن، 60 ساله انسان درباره بدی عمهش صحبت میکند، از کجا خبردار بودی؟ کودک بودی، مادرم از ظلمش گفته بود. شاید مادر تو هم ظالم بود و از ظلم خود چیزی نمیگفت. اینقدر درباره مادر بزرگ یا مادر پدر ما قصه های بد در خاطر داریم. از کجا اینها؟ این قصه ها را کی گفته است؟ و ما مادر گفته است. پس اینجا می شود که گفت آره این گونه مشکلی ها در عائله ها بود، این گونه بعضی خصلت ها در مادر بزرگ بود، اما حتما باید مادر بگوید که ولی او صله رحم تو هست، حتما بایدش خبر گیری، حتما باید مناسبت نیک با او داشته باشی، اگر محتاج است کمکش کنی، نه اینکه نه او به من ظلم کرد نمیخواهم که فرزندان من به او کمک کند، یا اینکه من با خواهر شوهرم مشکل دارم، حتما فرزندان من با او باید قهری شوند، حتما حالش رو نپرسن، حتما دعای بدش کنن، حتما فرزندان آنها رو ما باید هر کجا دیدیم دیگر تهمت کنیم و چیزی دیگر کنیم. انا اینجا باز برمیگردیم به همان پناه به الله لعنت شدن که ما خیش و تباری آنها که خیش و تباری یعنی صله رحم عروس نه، اما فرزندان تو صله رحم فرزندان تو هست. حتما باید گفته شود که فرزندم اگرچه مشکلی جنگ و جنجال بین من و بیبیت یا اینکه مامانت شد، مادر بزرگت شد، تو با این تماما رابطه نداشته باشی، او مادری پدر تو هست، باید با او مناسبتی خوب داشته باشی، او عمه تو اصیله رحم تو هست، حتما این رو دانسته باشی. انا اینجا این مشکلی تقریبا در اکثریت خانواده ها، در اکثریت مادرها دیده می شود. ما می دانیم که مادر هرگز بدخواه فرزند نیست، پس چرا این
کارهایی که آینده رو نابود میکند، آینده کودک رو زیر خطر میگذارد در مادرها دیده میشود. شاید از اینکه باز ما بیخبر هستیم از چه گناه هست و چه ثواب است، خیلی از گفته های پروردگار دور شدیم و گمان میکنیم که خیلی یک انسان های پرهیزگار و در راه درست هستیم، اما زندگی خودمان اینقدر هست که در داخل خانه ما یک کودک بزرگ شده ایستاده است که آینده غرق گناه است و همین قطع صله رحم داشتن الکی خودش غرق گناه است و حتی بخشیده نمی شود هر نفری که با خویش و تبار خود قهری است و عملهایش هم مورد قبول نیست که در این باره حدیث است و اگر گفتم خیلی وقت زیاد می گیرد. و یکی از مشکلی های دیگر یا گفتیم صفت مادرانی که به هیچ سری پای آنها نیست، این مادرانی که فرزند خود را خبرکش بزرگ میکنند. آن هم چگونه خبرکشی؟ جاسوسی، پنهانی رفته گوش کردن، سخنی عمه را به این آوردن، سخنی پدر را یا همسری اگر پدر داشته باشد آوردن، سخنی این را به آن آوردن، از اینکه مادر خودش طلب میکند، از اینکه مادر میگوید الان ببین آنها چی میگویند در باره من چیزی گفتن، برو تلفن پدرت رو ببین، در رقم تلفن پدرت چه رقم ها هست، برو ببین الان پدرت با کی در تلفن صحبت میکنن، برو ببین پدرت الان کجا رفت، چی خریده ایستاده است، پدرکه یا تحفه که به مادر بزرگ برد، پدر چی برد. یعنی از کودک این چیزها رو میپرسید. مقصد چیز؟ اگر کودک گفت دیگر مسئله حل میشود، یا فقط مقصد به گفت خودمان راه جنگ رو پیدا کردن و یک مشکلی با شوهر داشتن است. و فراموش نسازیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا یدخل الجنه نمام، خبرکش داخل جنت نمیشود. کی باشد؟ هم اهل نماز باشد، هم اهل روزه باشد، هم حافظ قرآن باشد. هم چرا؟ برای آنکه خبرکش مفسد بین الناس است، وی فسادکار بین انسان ها، این را به این جنگ می اندازد، این را به این. و کودک از کجا خبرکشی را پیدا کرد؟ از اینکه مادر و او امر کرد. و گفتیم کودک بیچاره فرق کرده نمیتواند که کدام گپی مادر درست است، کدامش درست نیست، کدامش گناه است، کدامش گناه نیست. و او هرچی مادر میگوید، خیلی که میگوید مادر فرشته بود، درست فکر میکند. و فرزندان خود را این گونه ما خبرکش بزرگ میکنیم و این صفت در بعضی کودک ها تمامی عمر میماند، علل خصوص در دخترچه ها که بعد از شوهر کردن هم اول شده شوهرش را نسبت این زن نفرت پیدا میکند که چرا خبرهای خانه ما رو به همسایه بردی، به خانه مادرت بردی، و یا اینکه بعضی سر و اسرار خواهر من، مادر من یا خود من رو تو رفتی و به دوگانه هایت گفتی. پس اینجا باید بدانیم که فرزندی که ما خبرکش بزرگ میکنیم و حتی جاسوس بزرگ میکنیم که برو این را ببین، آن را ببین، این را بگو، پنهانی گوش بکن، کسی نفهمد احتیاط کن، اینها سبب می شود که فرزند ما فرزندی خبرکش و نمام بزرگ شود که این نمود فرزندها باور کنید آینده ندارن، هم در دنیا مشکل دارن هم در آخرت. کاش به جای این وقت فرزند خبرکشی میکرد، مادر میگفت تو را به این کارها چی کار فرزندم، تو نباید این کار رو کنی، نباید به من خبر می آوردی، این کاری درسته نیست که اگر تو سخنی پدرت رو پنهانی شنیدی یا سخنی مرا پنهانی گوش میکنی یا خاله رو یا عمه رو یا کسی دیگر رو. و بجای این ما خیلی بزرگ علل خصوص درباره تو چنین میگفتن، گفت دیگر مادرها تمامی حیاتشان رو میتوانند بدهند که کنی همش رو بگو تا من بروم این چیز رو و این با اون اثبات کنم، دیگر علنگه جنگ بشود که ما خیلی دوست میداریم. در بعضی ها یعنی ببخشید جنگ رو خیلی دوست میدارن. مسئله دیگر عزیزان مسئله دروغ گفتن است و این مسئله بسیاری میگن بچه من دروغگو هست، دخترک من دروغگو هست. از چه است که بچه من دروغ میگفته باشد؟ اولا شاید مادر دروغ میگفته باشد، دوما این است که ما خود طلب میکنیم که دروغ گوید. مبادا به پدرت این رو نگویی، مبادا به مثلا برادرت این رو نگویی، و برعکس این به پدرت اگر پرسید این رو بگو، اگر آن رو پرسید انا اینش رو بگو. اینش رو پنهان میکنیم، این نباید پدرت بشنود. بعضی مسئله ها هست که در حقیقت نباید بشنود، اما آن مسئله ها اگر به عائله رابطه نداشته باشد، مثلا به مادر
یا اینکه به تقا به خاله، که بعضی شوهرها بعضی مسئله هایی که در زندگی زن زندگی جداگانش هست اگر خبردار شدن بعضی مشکلی ها می شود. اما مسئله های عائلوی، من پولی پدرت رو گرفتم اگر پدرت پرسید من نمیدانم گو، یا اینکه از پدرت بیرا بگو مادرم بیمار است اگر مادر در حالی که بیمار نیست. یعنی دروغگویی هایی که خود مادر به فرزند یاد می دهد و اینجا می بینیم که فرزند الکی گمان می کند که دروغگویی یک امر طبیعی هست و شاید بزرگ شد و سن رشد رسید و او توانست فهمد که کدام کارهای مادر خطا بود کدامش درست و گفت انا اینش خطا بوده است، الله مادرم را هدایت کند ببخشدش. ولی خیلی زیاده هستند که نمی توانند حتی تا مرگ خود هم جدا کنند که تربیه‌ای که در کودکی گرفته بودند آنها خطا بود، عکس شریعت بود، آنها کارهایی بود که سبب بدبختی ما در دنیا چگونه که گفتم بی رزقی، بی برکتی، بی ناآرامی یا گفتم نبودن آسایشتگی که همیشه قلب های ناآرام داریم، فکری پریشان داریم، هرچی پیش می رویم چیزی ما رو به عقب می برد، هرچی می خواهیم خود رو خرسند نشان دهیم عکس خرسندیمون تویمون چیز دیگر رو می گذاریم اما در قلب طوفان داریم. سبب هایش آن همه بدبختی هایی که ما در کودکی گمان کردیم که این قانون زندگی، اما آن همه معصیت بود و چیز دیگر. مسئله دیگر عزیزان اینجا چه خیلی که گفتم مادرانی که البته تمامی ما مادران همیشه میخواهیم فرزند ما خوش اخلاق باشد، حق ما رو بداند. وقتی بزرگ می شود این همه زحمتی که برایش کشیدیم، این همه بیخوابی، این همه مشقت حامله داری، این همه مشقت زندگی که بعضی مادرها دیگر انسان بودن خود را به خاطر اینکه مادر شدن فراموش میکنن، هیچ وقت برای خود ندارند. ما همیشه انتظار آن هستیم که فرزند ما وقتی کلان می شود احتراممون کند، احترام نکند هم حد اقل نانکوری نکند یا به گفت خودمون کور نمکی نکند. اما عزیزان وقتی فرزند را این گونه بزرگ کردیم با او گفتیم که پدر با آن همه حقی که بالای تو دارد به خاطر تو کار میکند، به خاطر تو آماده است با همه بجنگد، به خاطر تو آماده است از این بیمارستان به آن بیمارستان برود، به خاطر تو آماده است دیگر مرد بودنش را گاهی فراموش کند، در نزد هر یک نامرد سرخم کند. ما کودک را می توانیم بگوییم که با پدرت جنگ کن، با پدرت قهری شو، با پدرت این را بگو، ظالم استی بگو، اینش را بگو. یعنی ما این گونه بزرگ میکنیم. پس همان کودک علیه ما این کار را نمی کند. ناحرمتی که نسبت پدر می کند با آن همه حقی که پدر بالایش دارد که ما یادش دادیم، از اینکه بعضی ظلم یا جبر از شوهر دیدیم یا اینکه مشکلی با او داریم، او عیناً همون کارها رو با ما میکند. حق پدر رو شما با او تربیت میکنید که نادیده گیرد، خود از خود طبیعی است که حق شما رو هم نادیده گیرد. پس وقتی انتظار احترام از فرزندان خود هستیم و امید داریم که فرزندها حد اقل اگر احتراممون نکنند هم ناحرمتی نسبت ما رو نبینند، نباید به کودک ناحرمتی کردن نسبت پدرش، نسبت مادر پدرش، نسبت اهل بیت پدرش این را بیاموزانیم که دیگر کودک فراموش کند که حق دارد که حق ندارد. و در بزرگی میبینید که حتی فرزندانی هستند که رو بر روی مادر میگویند این تو بودی که مرا دشمن پدر بزرگ کردی، این تو بودی که به خاطر یک جنجال خردکی که بین تو و عمه‌ام شد من رو با عمه‌ام قهری کردی، مگر این تو نبودی که به خاطر تو ما سال هاست که خانه خیشمون رو ندیدیم یا سال هاست که خیش و تبار به خانه ما نمی آید. این اولا ببینید اولین ناحرمتی از فرزند اگر بصیرت داشته باشد و او بداند که این خطا هست نسبت همین مادرش می شود و ما قدر مادری کجا می رود و گفت خودمون که ما میگیم مادر مقدس است، اون مقدسات مادری کجا می رود که البته به جز الله کسی مقدس نیست، همه گناه داریم، اما از روی اصلاحی گفته استادم یعنی احترام مادر کجا می رود. چیز دیگر این است که خواهران عزیز یا مادران عزیز وقتی کسی رو به گناه ما دعوت میکنیم این حدیث پیامبر است، هر گناهی که او میکند به نامه اعمال ما هم نوشته شده میگیرد و حتی پس از مرگ. وقتی به فرزند وصیت کردیم که پس از مرگ من هم با اون پدری که در خورد تو را پرتافت و رفت و آمد نمیکنیم،
پس از مرگ من هم با خواهر و برادر اوگه خود سلام علیک نمیکنی، وگرنه من از درون قبر هم عقد میکنم. یا اینکه به فرزند وقتی گفتیم به خانه عمت رفتی شیر من حلال نیست، اگر ما از دنیا رفتیم و فرزند این کار رو دوام کرد، در درون قبر هم اون نامه اعمال ما کار کردن میگیرد. و در اینجا چی می شود؟ بجای اینکه از فرزند ثواب رود، گناه فرزند رفتن میگیرد. حالی ما چی می شود؟ در حالی که ما در یک ایستگاهی هستیم و زودی به آن خانه ابدی می رویم که دیگر در آنجا انتهای مهلت نیست. مسئله دیگر مسئله فرزندان است. خواهران زیادی که میگویند آخر من با پدر خود رفت و آمد کردم، مادر مرا نمی بخشد. یا خواهرانی که میگویند اگر عمه را به خانه‌ام دعوت کردم و مادرم با خبر شد، مادرم مرا عاق میکند. یا اینکه برادرانی که میگویند که من اگر با آن همسری پدرم که دیگر مادراندر است و او سلامش دادم، مادرم فهمید دیگر با من هیچ علاقه نمی کند، من چیکار کنم؟ به خاطر مادر من باید با خویش و تبار خود قطع رابطه کنم. به خاطر مادر من باید با آن برادر و خواهران اوگه خود یا با پدری که مرا پرتفته رفته بود یا با عمه که عمه من است اما با مادرم مشکلی دارد، من باید قطع رابطه کنم. چیکار کنم؟ عزیزان، این حدیث پیامبر است، انما الطاعة فی المعروف. ما باید فقط در معروف، در کارهای خوب اطاعتی مخلوقان رو کنیم، اطاعتی پدر و مادر، اطاعتی شوهر، اطاعتی هر کسی که باشد. اما وقتی خود میدانید که به گناه دعوت کرده ایستاده است، به گناه امر کرده ایستاده است، 1000 بار شیرم حرام گوید، 1000 بار عقد کردم گوید، با تو قهری میشوم گوید، شما باید خویش و تباری رو رشتهش رو پیوست کنید. از او باشد اومده به یگان گفتیم پرده، البته با احترام، با آن اخلاقی که از ما پروردگار میخواهد، با پدر و مادر صحبت کنیم که مادری من اگرچه خیلی احترام میکنم، خیلی دوست میدارم، حق تو رو تو نه پروردگار پیش از همه بالای من فرض کرده است، اما من اگر با خویش و تبار خودم رفت و آمد نکنم، اولا ملعون میشوم از طرف پروردگار. پروردگار در سوره محمد لعنت کرده است آنهایی که با خویش و تبار خود قهری هستند و معامله خوب ندارند. مادر جان، در این مسئله نمیتوانم تو رو اطاعت کنم، که این مسئله رو گفتنش آسان است. 1 روز 2 روز 3 روز بعد از این هر که باشد هم باید به خود آید، اگر به خود نآید هم انسان گناهکار نمی شود. انا اینجا میبینیم که اطاعت کردن در این مسئله، در مسئله قطع خویش و تباری، انسان هرگز اگر مادر را اطاعت نکرد گناهکار نمی شود. و چه خیلی که گفتم مادران عزیز در این مسئله باید خیلی و خیلی عاقلانه، فقط از پروردگار ترسیده باید مناسبت کنید با کودکان. نباید که کودک بدبین پدر، جاسوسی پدر و حتی تمسخر کننده بعضی کودکان پدر خود را مسخره میکنند وقتی بزرگ میشوند. از کجا پیدا کردن، از کجا یاد گرفتن؟ دیگر سرچشمه‌اش را گفتیم. و نباید فرزند شما بدبین عمک و عمه خود، مادر بزرگ و پدر بزرگ خود و خواهر و برادران اوگه خود بزرگ شود. شما مسئولیت دارید در نزد پروردگار و شما جوابگو میشوید. و این چنین درباره خبرکشی و دروغگویی و جاسوسی که به کودک‌ها یاد میدیم. وقتی فرزند بزرگ شد، 15 ساله 16 ساله شد، دیگر مادر مثل کودک را چخیل کنترل میکند، این گونه او را کنترل کرده نمیتواند. ولی وقتی کودک است و عقل او رشد نکرده است و قلب او هنوز هم صاف است و خالی است و همه چیز را قبول میکند، ما چیکار میکنیم؟ با این چیزها پر میکنیم که ویلا هیچ عاقبت خوب ندارد در دنیا و در آخرت. چه خیلی که گفتم همه میخوایم فرزند ثروتمند داشته باشیم، اما فرزندی ما ثروتمند باشد هم بی برکت می شود اگر با خویش و تبار خود معامله خوب نداشته باشد. و همه ما می خواهیم فرزندی ما عمر دراز و با برکت بیند و هرگز صاحب عمر دراز و برکت عمر در او نمی شود اگر او با پدر و با خویش و تبار خود معامله بد و قهری باشد. برای همین خیلی خوبی می خواهیم پس رابطه فرزند خود را تا می توانیم با خویش و تبارش، با اصل و نسبش قوی گردانیم. این بود عزیزان برنامه مختصری من همراه شما، چون امروز روز جمعه است، روز اجابت دعا هست. در حق خواهر و برادران تاجیکستانی دعا کنیم و در حق ناتنجی هایی که امروز ها در تاجیکستان می بینیم. پروردگار به همه بصیرت بدهد و ظلم را از سر مردم تاجیکستان بالا کند و این چنین از تمام مسلمان ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.